مختصری رو خدمت شما عرض کنم. سیاست تلویزیون افق ایران و ابتداعاً سیاست شخص شاهزاده همواره بر محور گفتار نیک، کردار نیک و البته پندار نیک پایدار شده و همواره کوشیده شده که حتی در این برنامه‌های رسانه‌ای هم این سه اصل مورد توجه قرار بگیرند. درست بیاندیشیم، درست فکر کنیم، درست رفتار کنیم و با گفتاری درست و البته به دور از فضاسازی‌ها یا اتهام‌زنی‌ها فعالیت‌های خودمون رو به پیش ببریم. رسانه افق ایران رسانه‌ای است برای رساندن صدای مظلومیت مردم ایران به دیگر افراد دنیا و جهان، صدایی که بایستی شنیده بشه و در مجامع عمومی و بین المللی مورد احترام قرار بگیره، صدایی که قراره در مقابل تمامیت خواهی که امروز نمایندگان جمهوری اسلامی در مناسبت‌های سیاسی و بین المللی از توافق هسته‌ای گرفته تا صحن مجمع عمومی سازمان ملل به خودشون اختصاص دادن بشکنه و از این پس صدای نمایندگان حقیقی مردم ایران و صدای خود مردم ایران شنیده بشه. پس محور همه برنامه‌های افق ایران بی تردید میبایستی متمرکز بر مسائل داخلی ایران و اونچه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی مردم ایران تأثیر میگذاره باشه. پس پرداختن به برخی جار و جنجال‌ها یا حاشیه‌های رسانه‌ای یا گرداب‌هایی که در اطراف ما متاسفانه سال‌هاست که وجود داره و اگر هوشیار نباشیم پا در این گرداب‌ها می‌گذاریم و غرق میشیم و البته همراه خودمون تفکر مردم و کسانی که به ما اعتماد می‌کنند رو هم غرق می‌کنیم، بزرگترین مانعی است که در سر راه رسانه افق ایران قرار داره. در هفته گذشته متاسفانه یک خطای ادبی از من سر زد و از واژه‌ای استفاده کردم که در شأن یک رسانه، آن هم رسانه‌ای که معتقد صدای مردم مظلوم ایرانه نبود. لذا از شما بینندگان عزیز که با تماساتون با من یادآور شدید که واژه‌های شایسته‌تر در ادب فارسی ما که پشتوانه اون فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ وجود داره بسیار سپاسگزارم و میکوشم پس از این واژه‌هایی در شأن و قدر مردمی انتخاب کنم که همواره حافظ بر سفره 7 سین دارند. سپاسگزارم که همراه ما هستید، اما اجازه بدید